والا من ویولون رو در سن 2 سال و نیمی شروع کردم، یعنی هنوز 3 سالم نشده بود. مسلماً قطعا یادم نمیاد خیلی چیزا رو، ولی کن پدرم خدا انشالله عمرشون بده میفرمایند که علاقه من نسبت به این ساز به خصوص انقدر بود که اون زمان در ایران ساز سولو وقتی پخش میشد در رادیو میگفت اصلا به هیچ عنوان نمیتونستیم ما تو رو از پیش رادیو بکشیم بیرون وقتی ویولون زده میشد. و ایشون علاقه من رو نسبت به این ساز به خصوص کشف کردن و خدا انشالله عمرشون بده که نذاشتن علاقه من هدر بره. ما 2 برادریم و 2 خواهر که من برادر یعنی اولاد بزرگ هستم، اولاد بزرگ خانواده هستم. یکی از خواهرام ایران زندگی میکنن، یه برادر و یه خواهر دیگه هم در آمریکا هستن. خودم داره یک فرزند هستم، پژمان اسمش هست. زمانی که تحصیل میکردم گارسون بودم، میز پاک میکردم، ماشین پارک میکردم و با افتخارم میگم به خاطر که همونا من ساخت. دریا به قلبم داری تو بندت بودم یعنی آزادی. تصنیفاتونه که می‌نویسن متن؟ من با اکثر دوستان نازنینم کار کردم. آقای از قبل شروع میکنم، خانم هما میرافشار کار کردم، خانم هدا کار کردم، آقای دکتر ایرج رزمجو کار کردم، آقای همایون هوشیارنژاد کار کردم، آقای اردلان سرفراز کار کردم، آقای شهریار قنبری و 5 آلبوم اخیرم هم آقای ایرج جنتی عطایی. اخیراً هم که 2 تا کار از جوانهای ایران، یعنی خب ما حداقل روزی 50-60 تا کار به دست ما میرسه. نه من همه بچه‌ها مطمئنم، چون بچه‌ها به هر حال میخوان یه جوری این استعداد خودشون رو نشون بدن و عرض کردم هیچ چیزی بهتر از تشویق برای هنرمند نیست. تاجیکستان خواننده خیلی خوبی داره، یه حزن خیلی خوبی در صدای بچه‌ها هست. خب سرکار خانم شبنم ثریا رو که من افتخار آشناییشون رو پیدا کردم، البته از قبل یه مقدار آشنایی داشتم با کارشون، ایشون رو صداشون رو دوست دارم و میپسندم. آقای صدرالدین رو خیلی دوست دارم صداشون رو، البته آشنا نیستم با خودشون شخصا ولی که با کارشون آشنا هستم. به خاطر شغلم هم هر کاری در میاد من یک بارم شده حداقل گوشش میدم. والا در این 30 و چند سالی که من خارج از کشور هستم 2 بار به ایران سفر کردم. اولین بار حدوداً 8 سال پیش بود که بعد از 26 سال میرفتم ایران و پدر مادر رو حتما خیلی دلم میخواد که یک برنامه اجرا بکنم در اینجا و حتما هم این کارو خواهم کرد، ولی دلم میخواد فعالیتم با تاجیکستان فراتر از این باشه. ای ماه ببین شب چه زیباست، یار آمده اینجاست، هنگامه اوریانی دنیاست، هنگام ترنم و تماشاست.